بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على من يسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى الأبد. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران بسیار بسیار عزیز گرامی اسلامی، روز شریف جمعه را از برای شما تبریک و تهنیت میگویم. الحمدلله و المنه. مردم مسلمان ما در سرتاسر جمهوری امروز همه لباسهای تازه و آزاده در بر کرده، کسانی که امکان دارند غسل کرده و کسانی امکانیتشو کمتر است، یعنی در کار هستند، وضو گرفته و با مسجدها شتابان میروند تا هم امر به معروف و نهی از منکر گوش کنند و هم فریضه الهی را انجام داده و بر رحمت خداوندی واصل گردند. ما صحبت هفته گذشته خیش را انشاءالله امروز دنباله خواهیم کرد. ما با شما وعده کردیم که درباره مشقت هایی که حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم در راه دین مبین اسلام، در راه تحکیم این دین، در راه آن که ما و شما صاحب عقیده گردیم، صاحب دین گردیم، صاحب کتاب گردیم که از سایه آن دشمنان اسلام در ترس هراس می افتند، صاحب کتاب گردیم که دشمنان ملعون در طول 1400 سال نتوانستند که به یک آیت آن جواب گویند، صاحب کتاب گردیم که امروز دشمنان میبینند که زورشان نمیرسد به این کلام معجز خداوندی، میبینند که در نزدش عاجز هستند، مثل سگهای لعین، مثل سگهایی که با عکس ماه عکاس میزنند. همین قدر زورشان رسیده است که یک قرآن را گیرند و آتش زنند، مثل پدرسگ جانس که ملعونی خیش را یک بار دیگر اعلان کرد و به تمام بنی بشر نشان داد که کتاب سوز کیها بودند. ببینه یهودی ها طعنه میزدند مسلمان ها را که مسلمان ها کتاب سوزند، مسلمان ها گویا کتاب های زردشتیان و دیگران را آتش زدیند، در صورتی که قسم به خدا یک دروغ محض است، دروغ محض بر تاریخ است. امروز حقیقت حال عیان است که کتاب سوز کیها هستند. اما این کتاب عادی نیست، این کتاب بشری نیست، این کتاب خداست، این کتاب است که از دشمنان خود قصاص میگیرد، هم در دنیا و هم در آخرت. سبحان الله. کار به درجه رسیده است که مثل یک احمق وحشی، مثل یک ابله یک کتاب را آتش بزنی. با آتش زدن کتاب این پدرسگ و این پدرسگ ها فقط عاجزی خود، بیچارگی خود، حماقت خود، رذالت خود را از برای بنی بشر نشان دادند. خلاص ای سگی طاعن تو او میکنی، طعن قرآن را برون شو میکنی. این نه آن شعر است که از وی جام بری، یا ز پنجه قهر او ایمان بری. از چنگ این قرآن تو نجات نمیوی پدرسگ. استدعا میکنیم پروردگارا سزای عمل او کسایی را که قرآن ترا آتش میزنند، سزای عمل او کسای ملعون را که نسبت کتاب بزرگ و کلام بزرگی تو اهانت میکنند، در همه دنیا ده تا برای دیگر دشمنان، برای دیگر رذیلان نمونه عبرت گردد. آمین یا رب العالمین. برای آنکه انا همه کتاب مصاحب شویم،
صاحب انمی کتاب بزرگ باشیم، صاحب عقیده باشیم که کمری دشمنان را شکست و در آینده هم شکند. محمد صلی الله علیه و سلم چه رنج عذاب‌های را به تحمل نگشت. شخصی را که عزیز قریش بود، شخصی را که فرزند سرکرده قریش بود، شخصی را که امین قریش بود، بعد از او که کلام حق خواست ابلاغ کند رساند، مورد چه شکنجه های قرار دادند، چه عذاب های به سرش آوردند. ما گفتیم که سال دهم هجرت، سال دهم بعثت ببخشید از جانب پیغمبر صلی الله علیه و سلم عام الحزن یاد می شود. عام الحزن گفت حضرت، زیرا در این سال پشتیبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب عمکش از دنیا گذشت. همچنین مادر مؤمنان عزیز دل رسول الله صلی الله علیه و سلم غمگسار حضرت بیبی خدیجه مادرمان دنیای فانی را بدرود گفت. بعد از این مشکلی و مشقت ها به سر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل باران باریدن گرفتند. بار هنگام نماز گزاری در نزد خانه کعبه یک قدر سوخته رزیل یک مشت خاک گرفته در سر مبارک حضرت چاشان. قدرت با او بحث و مباحثه کردن که نداشتند، قدرتی به سخنهای راستش پاسخ گفتن که نداشتند، مثل یک احمق، مثل یک رذیل یک مشت خاک گرفته در سر حضرت صلی الله علیه و سلم چاشان. مثل این رذیلایی که امروز قرآن سوزی میکنن. حضرت به خانه آمد، وقتی دختراش حالت دیدم، پدرش و بسیار شخصی بزرگ، شخصی متبرک، شخصی معتبر گریان شدند. حضرت گفت تا زمانی که ابو طالب زنده بود قریش این جرأت نمی‌کردند. از وقتی که ابو طالب از دنیا رفت این پدر سوخته‌های امروز جرأت پیدا کردند، این کار نسبتی ما روا دیدند. امام بخاری روایت میکند از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، صحابی بزرگ پیغمبر، کان نبی صلی الله علیه و سلم یصلی عند البیت و ابو جهل و اصحاب له جلوس. باره میگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نزد خانه خدا نماز میگذارید، در صورتی که ابو جهل ملعون همراه رفیقاش، همراه کمپانیونهاش در نزد خانه خدا نشسته بود. اذ قال بعضهم لبعض ایکم یجیء بسلا جزور بنی فلان فیزعه علی ظهر محمد صلی الله علیه و سلم اذا سجد. یک نفری از بین قوم شارحا میگویند که اون ملعون ابو جهل بود. گفت کدام غیرت دارید، کدام جرأت دارید فلان شخص شتر کشته است، همون شخصی با جرأت ترین تان روید و زهدان شتره. در بعضی روایات ترجمه میکنن شکمبه، اما درسترش اصطلاح به معنای زهدان میشه و بچدان. همون شتره گیرد بیارده در وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم سجده میکند، همون زهدان در پشت مبارک گذارد تا اینکه مسخرش کنیم، طعنش بزنیم. فانبعث اشقى القوم، بدبخترین ملعونترینشان از بینش قایم شد. این شخص عقبه ابن ابی معیط بود، همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم. فجاء به فنظر حتی اذا سجد رسول الله صلی الله علیه و سلم وضعه علی ظهره. آمد بدگهر همون زهدان شتر در دست و منتظر ایستاد. وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشانی مبارک به سجده گذاشت، آوردم زهدان به نجاست آلوده را در پشت حضرت گذاشت. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید و انا انظر لا اغنی شیئا،
من نگاه میکردم میگه ده چشمم بوم برین، چشمم کشاده، اما زورم نمیرسید. من یک پا دوام بودم. در مقابلم قریشی های اشراف ایستاده بودند، هر کدامش عسکر لشکر داشت. از دست من بیچاره هیچ کار نمی آید. بعد به علم میگه لو کان لی منع، ای کاش که منم در پهلوم سه چهار رفیق میشید، سه چهار مسلمان میشید که ما این پدر سوخته را نمیگذاشتیم که این عملی رذیلانه را بر ضد حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم انجام دهد. لو کان لی منع. فجعلوا یضحکون و یحیل بعضهم علی بعض. بعد به خنده زدن، به مسخره بازی در آمدن، همدیگر را با نخته میکردن که نگاه کن در پشت حبیب خدا، در پشت شخصی که میگوید من فرستاده خدا هستم، یک شکمبه بوین شتر گذاشته ایم، از دستش هیچ کار نمیآید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم ساجد لا یرفع رأسه. حضرت میگه سر در سجده موندگی دیگه سرش نبرداشت از شدت رنج علم. این کسایی که را کردن همسایه هاش بدن، خیش اقرباش بدن، هم قومه هاش بدن. این پدر سوخت و رفتاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدونستن، اخلاق حمیدش هم میدونستن، اما دست به همین رذالت فقط به خاطر حق‌خویی حضرت زده بودن. حتی جاءته فاطمه رضی الله عنها فطرحت عن ظهره، تا اینکه بی فاطمه زهرا آمد و همون زهدان نجاست آلود از پشت بدر گریان گرفته دور پرتافت. بعد حضرت سری مبارک برداشت، پیشانی را برداشت، پیش خدا التجا کرد. اللهم علیک بقریش. پروردگارا گفت قریش خودت سرشته کرد که زوری من نمیرسد. اللهم علیک بقریش. وقتی میگه حضرت این سخن گفت براشو بسیار مشکل افتید، زیرا از دعای حضرت میترسیدن. این پدر سگا میدانستن که این شخصی معصوم وقتی دعا کنه دعاش اجابت میشود، خاصتا در چنین موضع مثل خانه خدا کعبه. و حضرت که رحمت عالمیان است، قسم به خدا اگر حضرت همی سخن تکرار میکرد خداوند قریش نست نابود میکرد، تخم شباقی نمیگذاشت، ترحم بر کودکای نابالغ شهدانه میکرد. اما حضرت که رحمت عالمیان است، از میان قریش همون شخصایی را که جنایتکار بدن، همون شخصایی را که به این جنایت دست داشتن، حضرت یک یک نمبر کرد. اللهم علیک بأبی جهل و علیک بعتبة بن ربیعه و شیبة بن ربیعه و الولید بن عتبه و امیه بن خلف و عقبة بن ابی معیط و عمارة بن الولید. نام 7 پدر سگه خان که پروردگارا همین شخص را همین 7 نفر خود سرشته کن. قدرت ندارم، من عاجز هستم، اما تو توانای خدای بزرگ اینا را گفت سرشته کن تا برای دیگران درس عبرت باشد. حضرت عبدالله ابن مسعود سوگند یاد کرده، والذی نفسی بیده، قسم به خدای گفت که جان محمد در قبضه قدرت اوست. لقد رأیت الذین عد رسول الله صلی الله علیه و سلم سرعا فی القلیب، قلیب بدر. قسم به خدا گفت
همه کسایی را که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نامبر کرد همه شدید مثل سگ کشته شدند و در جنگ بدر همش در یک خندق برده و انداخته شدند. دعای پیغمبر از بمب اتمی خرابی آورتر است. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. امروز ما هم 1.5 میلیارد مسلمان هستیم. پروردگارا در این ساعت که ساعت اجابت دعاهاست، این جانس ها، پاستر جانس ها و او پدر سوخته هایی را که اینا را دستگیری میکنن، حمایت میکنن، به سزای عملشان رسان، تا که برای کافرها و برای دشمنای اسلام یک نمونه عبرت گردد که هرگز جرأت کرده و دست منحوس خیش را بالای قرآن دراز نکنند. آمین یا رب العالم. بسیار یک احوالی مشکل به سر مسلمان ها آمد. چه جای حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام مسلمان ها در این سال حزن به مشکلی ها و مشقت ها گرفتار شدند، دیگر روی خاطر کسی نمیکردند. بار حضرت صلی الله علیه و سلم در نزد کعبه بود. عقبه ابن ابی معیط از گریبانش گرفت، به حدش سخت فشرد که قریب که چشماش از کاسخانه چشمش خارج میشد. احاطش کرده بودند، دشنام حقارتش میدادند. یار غارش ابوبکر صدیق وقتی یه حالت دید خچه در بین ازدحام پرتاف گریان گفت اتقتلون رجلا یقول لا اله الا الله یا ربی الله، آیا شما مردی را میکشید که بیچاره فقط گناهش همی است که میگن نیست معبودی بر حق مگر الله؟ آیا شما دستی تعرض بر مقابل شخص دراز میکنید که میگه پروردگاری من الله است، برای همین گناه شما میخواهی را بکشید؟ حضرت رها کردن حضرت ابوبکر زیر لگد قرار دادن. همین پدرسگ عتبه ابن ربیعه در پشت کفشهای مقدار داشت، در روی صدیق به حد فرو کوفت که دیگر رو به هم دیگر یک جایه شد. دیگر بینی در چهره میگه نمودار نبود نمیتافت، به حد زدنش که گمان کردن مرد است، همونجا ترکش کردند رفتن. هم قومهاش از بنی تیم وقتی آگاه شدند نیم مرده بود، کشان گرفتن به خانه آوردنش، هوش نداشت. در اطرافش مردم نشستند منتظر که آیا چشمش باز میکرده باشه یا نه. در حالت کام بود، ناخواست چشماش باز کرد. گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه حال دارد؟ گفتن این بدبخت ببین جان خودش در عذاب، قریب میکشتنش، فکری خود چنه میکنه و چشماش باز کرده است، از محمد سوال میکنه. مزامت دشنام زیادش کردن. مادرش گفتن کوشش که یگان طعام در حلقش انداز که از گرسنگی نم برد. در این حال بسیار احوالش بد است. بیچاره مادرش ام الخیر نزدش آمد که بچه جان بگی طعام بخه کمتر. گفت قسم به خدا تا زمان نفهمم که با دوستی من محمد صلی الله علیه و سلم چه واقعه رخ داده است و آیا تینج هست سالم هست، یگان لقمه را به زبان نمیگیرم، به دهان نمیگیرم. مادرش حیران شد، گفت من از کجا بفهمم که دوستی تا چه حالت دارد؟ گفت نزد ام جمیل دختری خطاب خواهر حضرت عمر رو. گفت از ام جمیل سوال که ام جمیل از حالش با خبر است. مادر صدیق ام الخیر نزد ام جمیل اومد، گفت پسرم از محمد صلی الله علیه و سلم سوال میکند که چه حال داشته باشد، من نمیدونم محمد در کجاست، کمکم کن. بیچاره مسلمان ها بسیار حالی زار داشتن، می ترسیدن که مبادا خبرکشی نکنن جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دشمنا گفته نشود. گفت من نه محمد میشناسم نه ابوبکر.
اما گفت اگر بخواهی نزد پسرت میروم احوالش جویا میشه. دیگه از دست مادر چی می اومد؟ گفت بیا رفتیم. همراهش گرفت آوردش، اومد نزد ابوبکر صدیق. وقتی حال زار صدیق دید، رونه یک گوشتی بخون آلوده، همه به هم دیگر آمیخته، چشم محکم. گفت لعنت خدا بر شخصایی که نسبتی تا این ظلم ستم روا دیدن. خدا لعنت چون کند، خداوند به سزای عمل برسانه چون. اما حضرت صدیق یک نوع همون سؤال خودش تکرار میکرد که محمد صلی الله علیه و سلم چه حال داره. امی جمیل که زنی مسلمان بود، آیسته به چشمکش زد، اشارش کرد که آخه مادر دویجه است. گفت از این خواتیر نشو، مادر من سیر اسرار را باز نمیکند. امی جمیل گفت حضرت صلی الله علیه و سلم تینج از خوب است، احوالش خوب است و در خانه ارقم ابن ابی ارقم است، همراهی برادرای مسلمان که به دفاعش کمر بستند. صبر کردن. وقتی که شب شد، مشرکین قریش به خواب رفتن، به خانه ها که پراکنده شدند. این دو زن از دو جانب حضرت ابوبکر که دیگه قدم زده نمیتونست، گرفتند آوردندش به خانه ابن ابی ارقم. تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به چشمش ندید، دلش آرام نگرفت. گفت یا رسول الله، قسم به خدا جان من یا نقدی محقر است، هیچی نیست، مادام که تو سالم هستی. بعد از این قسم به خدا گفت اگر خداوند امانت چم که قبض کند، من پروایی ندارم و باکی ندارم. خدا تو را نگه بدارد برای ندای حق، برای رسانیدن کلام حق و بندگانش. باره حضرت صلی الله علیه و سلم نزد خانه بود. جامعه پشمین خودش در زیر سرش گذاشته بوده، بالای ابو سرش مانده و پینک میرفت که حضرت خباب ابن ارت صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدش آمد. اما شخصی که یکی از سببگاران اسلام آوردن حضرت عمر شده بود، یادتون است خباب ابن ارت که سوره طه را در ورقی نوشته و در نزد فاطمه و شوهرش، در نزد خواهر حضرت عمر تلاوت میکرد، اونا را تعلیم میداد. همین خباب ابن ارت نزد حضرت آمد، گفت یا رسول الله چرا دعا نمیکنی که خداوند این جور و این ظلم ها را ای سر و دور کند؟ این چه حالی زور است، دیگر نفس کشیده نمیتونیم، دیگر سرمون را برداشته نمیتونیم از جور ظلم ستمی که کفار نسبت ما روا میدارند. و تو حبیب خدا هستی، تو دعا کن، دعای تو مستجاب است پیش پروردگار. حضرت میگه رخساره را برداشت، از همون جامعه پشمین در روی مبارک سرخی های همون موی که در زیر رخسارش اومده بود نمودار بود. گفت یا خباب، مؤمنانی که پیش از شما بودند، بعضی های اونها را دشمنان خدا با شانه های آهنین گوشت عصب هاشون از استخواناشون میکندن میگرفتن، اما صبر میکردن. حال شما حال تو به این رسید از کو؟ چرا شما عجله میکنید؟ چرا اینقدر در ترس تهلکه افتیدید؟ همیشه دوستای خدا در عذابند، همیشه در مشقت هستند. این برای تعلیم شماست، این برای آن است که شما آبتا بیابید، مستحکم باشید. دشمن هیچ وقت سر تسیله نمیکنه، دشمن همیشه به مقابلت عمل میکند. اما شما باید مستحکم قوی باشید که وقتی که دولت اسلامی صاحب دولت شدید، توانید که دشمنی و تعرضی دشمنای اسلام را برگردانده توانید. دوستای خدا را با شانه های آهنین عصب و گوشت ها را از استخوان هاشون میکندن، جدا میکردن، اما صبر میکردن، شکر خدا میکردن. شما عجله نکنید. واقعا شما یک تاریخ ببینید، حتی اگر تاریخ پیغمبران را یک چشم باندازیم، کدام پیغمبر در راحت مسرت بود؟ همه در عذاب،
همه در شکنجه، همه برزید شد، دشمنای خدا تجمع کرده و مبارزه میبرند. یگان پیغمبر خدا در راحت نبود. حضرت شیخ طور بیان میکند پیشوایانی که رهبین آمدند، گاه و بیگاه از پی دین آمدند، جان خود را در ره دین باختند، قول حق را در جهان افراختند. این پیشواهایی که خدای تعالی بعضا به پیغمبری مبعوث کرد، دوستای خدا، اولیاء الله، خادمای شریعت قرار، هر کسی که در تاریخ آمده از جان فدایی ها کردند، عذاب ها کشیدند، برای کلمه حق به مردم رسانیدند. در نگر اول که با آدم چی شد؟ عمرها بر وی در آن ماتم چی شد؟ آدم علیه السلام که در زمان او یگان مشرک نبود، چقدر عذاب ها کشید، مدت 1000 سال توبه کرد از پیش